ما کسانی دادیم که دنیا اصلا بین دو تا قدمشون بود. دیگه حضرت عمر نبود. دو ابرقدرت جهان اون روز زیر دو تا قدم عمر بود رضی الله عنه. و چقدر از ترس خدا گریه میکرد. وقتی به نماز می ایستاد قرآن میخوند بیهوش میشد، تو نماز میافتاد. عمر کسی بوده با اون اقتدارش که فرس و روم به لرزه افتاده بودن، ولی خودش کیسه گندم رو کولش میذاشت میبرد. اون داستان مشهور رو شنیدید که یه روزی شب که میشد نمیخوابید، مسئولیت داره. تو کوچه های مدینه قدم میزد، نصف شب چه خبره، من مسئول اینام، نه که غارتگری، چپاولگری، دزدی حمله بکنه امنیت رو از مردم بگیره، آرامش رو از مردم بگیره. تا اینکه یکی از شبها دید که داخل مدینه مشکلی نبود، رفت خارج از مدینه دید که یک چراغ روشنه، به طرف چراغ دوید. وقتی رفت که یک زنی با چند تا بچه خردسال نشستن، یه دیگی رو آتش گذاشته، بچه ها دارن گریه میکنن، مادرشون هم یه چوبی تو اون ته دیگ داره میاره، حالا که سرکی کشید تو دیگ که غیر از 4 تکه سنگ و یک آب جوش که داره قلقل میکنه هیچ چیزی نیست. گفت داستان چیه؟ به اون مادر بچه ها گفت ما هرچی میکشیم از این عمر میکشیم، خلیفه ماست، بهش میگن امیرالمومنین، خلیفة المسلمین، بیخ گوش ماست، خودش سیر خوابیده، ما اینطوری داریم بچه ها از گرسنگی سنگ دارم میجوشونم که اینا سرگرم بشن و بالاخره همینجور خوابالود بشن و به خواب برن. عمر مثل که یه شوکی برش وارد بشه، سریع دوید رفت بیت المال و یک کیسه گندمی گرفت رو یا آردی گرفت رو دوشش گذاشت، رو کول خودش گذاشت. یکی همراهش بود گفت امیرالمومنین بذار تا من. شما این کیسه رو کولت میذاری؟ گفت دهن کرد. آیا روز قیامت شما گناه عمر رو به دوش میکشید؟ طرف ساکت شد. من مقصر بودم که اینو دارن گریه میکنن. برد اونجا اون آرده رو خمیر کرد، شانه گرفت و بالاخره نان پخت و اون زنه گفت حالا برادر خیلی ممنون بسه حالا. گفت نه، من میخوام همینطوری که گریهشون دیدم، حالا نمیفهمه که این امیرالمومنین عمره. اون زنه میخوام خنده هاشون هم ببینم بعد برم. بالاخره لقمه دهان بچه هام کرد و شاد شدن، بعد رفت. وقتی پشت کرد که بره، زنه گفت کاش که شما امیرالمومنین بودید، خلیفه مسلمان ها بودید به جای عمر. این خلافت زیبنده شماست نه عمر. مگر میتونه کسی دیگه غیر از عمر باشه؟ حالا اون نمیشناسدش. در اوج اقتدار بود که دشمنان اسلام از مسافت 1 ماه صداشو میشنیدن چه به لرزه میافتادن. هنوز که هنوز وقتی اسمش میشنون چه وحشت میکنن. هنوز که هنوزه. اینقدر تواضع و اینقدر فروتنی در مقابل عظمت و بزرگی خدا. الذین ان مکناهم فی الارض